با سلام، عرفانم و با قسمت 13 پادکست تکنوش در خدمتتون هستم. تو این پادکست من سعی میکنم هر هفته اخبار مرتبط با تکنولوژی و یا هوش مصنوعی که به دلایل مختلف شاید به گوشتون نخورده باشه رو باهاتون مرور کنم و یه سری لینک ها رو باز میکنم، یه سری حرف ها رو در موردشون میزنم و بعدم اون لینک ها رو باهاتون به اشتراک میذارم که بتونین خودتون ازشون استفاده بکنین. توی هفته‌ای که گذشت خیلی اتفاق خاص و اخبار خاصی واقعا توی دنیای هوش مصنوعی به نسبت هفته‌های گذشته نبودش و یه خبر کوچیکی اومدش بیرون در مورد این که تأثیر احتمالی هوش مصنوعی روی کار چجوریه و اینها که من اون خبر مشخص رو حتما در طول پادکست باهاتون مرور میکنم و دیگه هم فرصت رو مغتنم شمردم و گفتم که یه مقداری در مورد این بیایم با هم دیگه بیشتر صحبت بکنیم. موضوع این هفته پادکست تکنوش آینده شغلی در عصر هوش مصنوعیه که آیا این تهدیده و یا فرصت. قسمت‌هایی که ما هم دیگه مرور خواهیم کرد. قسمت اول شغل‌هایی هستند که شاید تا الان جایگزین شده باشند. قسمت دوم اینه که در آینده نزدیک چه اتفاقاتی خواهد افتاد. یه مقدار کوچیکی در مورد اینکه شاید توی دراز مدت تر از اون چه اتفاقی بیفته صحبت می‌کنیم. یه کوچیک با توجه به اینکه تخصص من این نیستش در مورد راه‌حل‌های ممکنی که برای این مسئله وجود داره صحبت خواهیم کرد و نهایتاً در مورد چیزی که خیلی‌ها در موردش صحبت میکنن و اینم اینه که آیا هوش مصنوعی باعث به وجود اومدن شغل‌های بیشتر خواهد شد یا نه صحبت خواهیم کرد. اولین قسمت قسمت پادکست در واقع در مورد شغل‌هایی که تا الان از بین رفتن. همونطور که میدونید اگر اخبار رو دنبال کرده باشین میدونین که خیلی شرکت ها وقتی که میخوان اخراج انجام بدن و یا خودشونو کوچیک بکنن یا همچین چیزهایی در مورد اینکه علتش هوش مصنوعی صحبت نمیکنن مشخصا. ما توی 1-2 سال گذشته مخصوصا از زمانی که چت جی پی تی اومدش و تمام صحبت های بیشتری که در مورد هوش مصنوعی انجام شدش و یه حالت واقعی به خودش گرفتش این قضیه، خیلی مقدار زیادی اخراج داشتیم مخصوصا توی شرکت های تکنولوژی مثل مایکروسافت، گوگل و غیره، ولی کن هیچ کدوم از اون شرکت ها مشخصا نمیان بگن که ما این اخراج ها رو داریم انجام میدیم به خاطر هوش مصنوعی. حالا من یه سری از این اخراج هایی که احتمالاً ارتباط بیشتری دارن به هوش مصنوعی رو در موردش صحبت میکنم و بعد در مورد تاثیرات طولانی مدتش و یا حاشیه های دیگه این قضیه با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. اولین شرکتی که میخواستم بهش اشاره بکنم شرکت MSN بودش. جالب این قضیه که این اتفاق مال سال 2020 یعنی قبل از اینه که اصلا هوش مصنوعی به این فرمت جدیدی که الان هستش در اومده باشه، ولی کن توی سال 2020 MSN خیلی به صورت قبل از اینکه حتی بخواد اتفاق بیفته یه تعدادی از نویسنده‌هاشو اخراج کرد و یه سری از اخبارش رو جایگزین کرد با اینکه هوش مصنوعی بخواد اخبار رو براش بنویسه. میگم خیلی زودتر از این بودش که خیلی اتفاق خاص دیگه بیفته، ولی کن جالب بودش که مستقیما حتی این قضیه رو به هوش مصنوعی نسبت داد خود شرکت وقتی که این کار رو انجام داد. اگر هم نمیدونین MSN در واقع خیلی مشخصا خود شرکت خبری الان نیستش، وابسته به مایکروسافته، ولی کن به حال این خبر جالب بودش. دومین شرکتی که در موردش می‌خواستم صحبت بکنم شرکت گوگل بوده. شرکت گوگل توی چند سال اخیر در واقع از سال 2024 به این ور 2 تا راوند اخراج نسبتاً بزرگ داشته. شرکت مشخصاً در مورد اینکه این کارمندها رو در واقع با هوش مصنوعی داره جایگزین میکنه صحبت نکرده، ولی کن همزمانی این قضیه با اینکه توی یه سری از در واقع تیم هایی که اخراج انجام گرفته و همزمانی این با اینکه هوش مصنوعی رو اومدن به کار گرفتن توی زمینه خدمات مشتری و یا فروش همزمان شده در واقع این دوتا قضیه. احتمال اینکه به خاطر هوش مصنوعی باشه تا حدود زیادیش خیلی صحبت ها میشه. چند تا شرکت دیگه هستن اینجا. من موضوع شرکت بعدی که میخواستم باهاشون در موردش صحبت بکنم شرکت کلارنا که گفتن که ما چند سال پیش اومدن کل کاستومر سرویسشون و کل خدمات مشتریشون در واقع اخراج کردن. پارسال این کار کردن. اخباری که من یه مقداری بعدتر شنیدم اینه که دوباره شروع کردن استخدام کردن، ولی کن این شرکت هم مشخصا گفتش که ما میایم از هوش مصنوعی استفاده میکنیم برای اینکه در واقع این خدمات مشتری رو حذف بکنیم کلا، به جای اینکه یه آدمی رو بشونیم اونجا میایم در واقع یه هوش مصنوعی رو میذاریم و کار همه اونها رو انجام میده.
شرکت دوولینگو یه شرکت دیگه بودش، اگر نمیدونین شرکتیه که برای آموزش زبانهای مختلف، زبانهای گفتاری انسانی در واقع، نه زبانهای برنامه‌نویسی. شرکت دوولینگو که اونها هم اعلام کردن که تمام کسایی که به صورت کانترکتی، به صورت قراردادی باشون کار میکنن و دارن اخراج میکنن و جای اونها هوش مصنوعی در واقع میذارن. اگر اطلاع ندارین، شرکت هایی مثل دوولینگو و شرکت هایی که در واقع کانتنت درست میکنن برای آموزش شبیه اینها، معمولا از کارمندان قراردادی برای درست کردن اون کانتنت استفاده میکنن. من حدس میزنم، حالا خبر دست اولی من در این مورد ندارم، ولی حدس میزنم که خیلی از این کسانی که با قراردادی با دوولینگو کار میکردن کارشون تولید محتوا بوده برای اپ، که همونطور که گفتم شرکت تصمیم گرفته همه رو با هوش مصنوعی جایگزین بکنه. آخرین شرکتی که میخواستم در موردش صحبت بکنم شرکت مایکروسافت بود. اگر احیانا مثل من توی شهر سیاتل باشید یا توی جاهای نزدیک اینجا و یا با شرکت های تک در ارتباط باشید، خبر زیادی شنیدین. خیلی از دوستانتون شاید تحت تاثیر این قضیه اتفاق افتاده، یعنی تحت تاثیر این قضیه افتاده باشن که اوایل می شرکت مایکروسافت 6000 نفر رو اخراج کردش که 2000 نفرش در واقع از سمت هدکوارترشون توی ردموند واشنگتن بودن. ولی کن مجددا نگفتن که مشخصا ما داریم این کار انجام میدیم به خاطر هوش مصنوعی، ولی همزمان با این اتفاق توی ماه اپریل مدیر عامل شرکت مایکروسافت گفتش که حدود 30% کدهای تمام کدهای شرکت رو الان هوش مصنوعی داره مینویسه. اگر خودتون هم توی برنامه‌نویسی فعال باشید، احتمالاً تجربه شبیه این رو خواهید داشت. من شاید تجربه جالب خودم رو باتون به اشتراک بذارم. من روز جمعه در واقع که ظرفیت اوتری من تموم شدهش، به انقدر استفاده کردم که تموم شد، قشنگ برای خودم حس کردم که نمیتونم ادامه بدم، مثلا خیلی کارام عقب میفته و اینها. ولی که احتمالاً اگر شما هم همین کار رو دارید انجام میدید و یا تو کار برنامه‌نویسی هستید، حس شبیه این رو پیدا کردید که اگر سرویس داون باشه یا مشکل دیگه وجود داشته باشه، یه مقدار زیادی از کار میافتید متاسفانه. خبر بعدی که میخواستم باهاتون در موردش صحبت بکنم این خبر بودش که داریو مدیر عامل شرکت انتروپیک، در واقع این که ماشه این اپیزود پادکست رو کشید، این خبر بودش که ایشون همونطور که من توی خبرهای هفته پیش گفته بودم، مدل جدید شرکت انتروپیک به اسم کلاود 4 اومدش بیرون. در زمینه اون داشتن باهاش صحبت میکردن و اینها، ولی که جمله‌ای که داریو گفتش و خیلی خوب سر و صدا کردش این بودش که هوش مصنوعی حدود 50% کارهای تازه رو، کارهای انتری لول رو از بین خواهد برد برای کارهایی که تو دفتری، کارهای دفتری و در واقع تو 5 سال آینده. خیلی هم میگن که حتی این خیلی خوشبینانه است که این حرفی که زده که تو 5 سال طول خواهد کشید و فقط 50% رو. ولی که این 50% که ایشون گفتن در واقع حدود 10 تا 20% unemployment یا بیکاری، نرخ بیکاری زیاد خواهد کرد که خب خیلی عدد زیادیه به نسبت این. یه سری صحبت‌های دیگه هم در این مورد شده، مثلا این که یه دونه شرکت دیگه به اسم سیگنال فایر یه دونه آنالیز انجام داده بودن که 50% استخدام کسانی که تازه فارغ التحصیل شدن کم شده به نسبت قبل. الان توی مثلا شرکت‌های تک 50% این عدد کمتر از قبل شده و مجددا هیچ کس در این مورد صحبت نمی‌کنه که آیا این به خاطر AI مستقیما یا دلیل دیگه‌ای داره، ولی کن احتمال خیلی خیلی زیادی همه میدن که این باعث و بانی شده باشه. همونطور که گفتم این خبر خیلی سر و صدا کرد، به خاطر اینکه خیلی وقته که الان مدیر عامل شرکت‌های دیگه دارن این صحبت رو میکنن. حتی اوباما مثلا این خبر مرتبط با این رو توی اکس یا توییتر سابق شیر کرد و من شخصا خیلی خوشحالم که در واقع این اخبار داره منتشر میشه، در موردش صحبت میشه، چون که فکر میکنم که مشکل خیلی بزرگی رو میتونه ایجاد بکنه. کسی دیگه که معمولا توی این مواقع ما وقت در مورد هوش مصنوعی صحبت میکنیم سم آلتمن، مدیر عامل اوپن ای آی، که توی یه مصاحبه پارسال گفته بودش که خیلی از کسایی که توی هوش مصنوعی فعال هستن وانمود میکنن که فقط اتفاقات خوب به خاطر هوش مصنوعی خواهد افتاد و هیچ کس جایگزین نخواهد شد به خاطر این. ولی که چیزی که واقعیتی که باید قبول بکنیم اینه که کارهایی
به 100% از بین خواهند رفت و هیچ راه در روی هم این قضیه نداره. میگم سم آلتمن هم توی یه دونه مقاله‌ای هم که خودش نوشته بودش توی چند وقت پیش دوباره به همین موضوع اشاره کرده بود، یعنی اینکه این موضوع برای همه کسانی که دخیلن با این قضیه تأثیر داشته و برای همشون یعنی چیزی که میدونن که داره این اتفاق میفته. یه خبر دیگه که میخواستم توی این زمینه باهاتون صحبت بکنم، باهاتون به اشتراک بذارم، این بوده که توی ماه مارچ 2024 یه شرکتی هستش به اسم رزومه بیلدر که یه دونه آمار داده بودن بیرون و بر اساس یه دونه در واقع آماری که گرفته بودن از شرکت‌های مختلف 37% شرکت‌های آمریکایی گفته بودن که در واقع اخراج کردن یه سری از کارها رو اوردی به هوش مصنوعی دادن و از آدم‌ها گرفتن و در کنار این 44% دیگه شرکت‌ها هم گفتن که تا آخر سال 2025 این کارو خواهند کرد. یعنی بسیار بسیار نه تنها نزدیکه این اتفاق داره میفته، همونطوری که در مورد اخراج‌های یه سری شرکتایی که الان اخراج کردن صحبت کردیم، در مورد اینکه مدیر عامل‌ها چی میگن صحبت کردیم، میگن نه تنها چیزی که خیلی نزدیکه داره اتفاق میفته. خبر بعدی که میخواستم باهاتون در موردش صحبت بکنم یه خود بیشتر اشاره به این داره که چقدر توی آینده دورتر در واقع ما شاید تأثیر این قضیه رو ببینیم. این چیزی که جالبه در مورد این قضیه اینه که ما الان مثلا یه نوع خبر هستش مال سازمان تجارت جهانی، فکر میکنم این میشه World Economic Forum که WEF. این خبر مال سال 2023 در واقع گزارشی که سال 2023 درست کردن و چیزی که گفته بودن اینه که با تا سال 2027 83 میلیون جاب به خاطر AI از بین خواهد رفت و 69 میلیون جاب به خاطر AI به وجود خواهد اومد که این به معنی اینه که ما 14 میلیون جاب رو به صورت متوسط از دست خواهیم داد. من شخصا احساس میکنم که خیلی خوشبینانه است این قضیه، مخصوصا که در واقع من سال 2023 و الان بعد از 1.5 سال ما خیلی تغییرات گسترده‌ای رو در مورد هوش مصنوعی داریم میبینیم که میتونه تاثیر بذاره روی بازار کاری. در واقع یه دونه گزارش دیگه هم مال شرکت مکینزیه که خیلی خیلی شرکت معروفیه برای آنالیزهاش و اینهاش، خیلی توی دنیا حرفشون خونده میشه. در واقع گفته بودن که هوش مصنوعی و اتوماسیون در واقع میتونه 400 تا 800 میلیون جاب رو تا سال 2030 از بین ببره، در حالی که میتونه کارهای دیگه هم برای آدم ها تولید بکنه، ولی که عددی که اینها دارن بررسی میکنن در واقع 400 تا 800 میلیون جابه که خیلی عدد بالاتریه به نسبت عدد قبلی که در موردش صحبت کردیم. یه خبر دیگه که در مورد همین تاثیر طولانی مدت هوش مصنوعی بودش، ایلان ماسک توی فکر می‌کنم این خبر مال پارسال باشه اگر اشتباه نکنم، بله مال سال 2023 در واقع، ولی که ایلان ماسک اون موقع گفته بودش که ما احتمال داره که به دنیایی برسیم اگر هوش مصنوعی همینجوری ادامه بده که هیچ کاری لازم نباشه، نه تنها یک سری از کارها از بین برن بلکه هیچ گونه کاری لازم نباشه. شاید ما همچنان یه سری کارها رو بکنیم برای اینکه رضایت خاطر خودمون رو داشته باشیم، ولی کن توی واقعیت اینه که ما احتمالاً به جای خواهیم رسید که هیچ کاری لازم نخواهد بود. خیلی تصویر یه مقدار سعی کردم من تصویر واقعی رو که من حس میکنم ما الان داریم میبینیم رو باهاتون به اشتراک بذارم. همونطوری که گفتم خیلی فاکتورهای مختلفی هستش که میتونه روی این قضیه تاثیر بذاره، سرعتش رو بالا یا پایین بیاره، ولی کن همچنان چیزی که تو ذهنمون باشه اینه که قبل از اینکه چت جی پی تی بیاد بیرون شاید خیلی ها میگفتن که چیزی شبیه چت جی پی تی ما 10 سال باهاش فاصله خواهیم داشت، یا اینکه هوش مصنوعی که بتونه تصویر درست بکنه یا ویدیو درست بکنه یا هر کدوم از کارهای دیگه‌ای که ما خیلی به صورت روزمره الان داریم میبینیم و ازشون استفاده میکنیم، میزان وابستگی که ما به هوش مصنوعی داریم و میزانی که هوش مصنوعی کارهای مختلف ما رو راحت تر کرده و یا خیلی کارهای ما رو داره انجام میده، چیزهایی که ما 10 سال باهاش فاصله داریم، شاید خیلی طول بکشه که ما بخوایم به اونجا برسیم که بخوایم این نگرانی ها رو داشته باشیم. ولی همونطوری که عرض کردم خدمتتون نه تنها این اتفاق در آینده نزدیک قراره بیفته، الان ما در واقع داریم باهاش دست و پنجه نرم میکنیم. در مرحله بعدی این ویدیو من چیزی که میخواستم باهاتون بیشتر در موردش صحبت بکنم اینه که یه سری از راههایی که احتمال داره بتونه کمک بکنه برای
حل مشکلاتی که میتونه این قضیه ایجاد بکنه. من متخصص این قضیه نیستم، مجددا عرض میکنم خدمتتون، اول ویدیو هم گفتم فقط در حد اطلاعات شخصی خودمه. یکی از اولین چیزهایی که در واقع صحبتش میشه، من این لینک رو قبلا هم شیر کرده بودم، توی قسمت قبلی در موردش صحبت کردیم، ولی که اینه که به هر کسی یه حقوق ماهیانه اولیه‌ای داده بشه و بتونن از طریق اون زندگیشون رو بگردونن، در نتیجه نیازی به کار نباشه و در کنار اون کارهایی که انسان ها انجام میدن لزوما کارهایی که ایجاد سرمایه میکنه نباشه. میتونه کار تفریحی باشه، میتونه هر چیز دیگه ای باشه، ولی کن این شرکت ها یا دولت مثلا یه حقوقی رو بده. چیزی که هستش اینه که داریو هم توی مصاحبه اصلی که داشتش در مورد اینکه چه تاثیر روی بازار کار خواهد داشت و اینا، این حرفو زده بود، گفته بودش که شاید مثلا ما به اینجا برسیم که یه مالیاتی از هر توکنی که هوش مصنوعی درست میکنه، یه مالیات این شرکت ها باید به دولت بدن که اون مالیات در واقع برسه به دست کسایی که به خاطر وجود هوش مصنوعی از کار بیکار شدن و اینها. یعنی اینکه فکر میکنم برای اکثریت ماهایی که حداقل یه مقداری در این مورد کنجکاوی داشته باشیم، این خیلی احتمال ممکنی باشه که ما به زودی شبیه این رو خواهیم دید. چند بارم تا الان امتحان شده چیزای شبیه این. حالا میگم دوست دارید تحقیق بکنید، نتایج مختلفی ازش گرفتن، خیلی هم میگن خوبه، خیلی هم میگن بده، خیلی بحثای دیگه در موردش شده، ولی که به هر حال یکی از مشخص ترین راههایی که ما در واقع داریم برای کنترل این قضیه این خواهد بود. راه حل دومی که در موردش صحبت میشه برای این قضیه اینه که کارمندا میتونن اسکیل های خودشون رو عوض بکنن، میتونن اسکیل های جدیدی کسب بکنن، یا اینکه کلا در زمینه کاریشون رو در واقع یه مقدار جابجا بکنن. واقعیتش بخواین نظر شخصی من اینه که این موضوع هم خیلی تاثیرگذار نخواهد بود تو آینده، به چند دلیلی. علت اصلیش هم اینه که تغییراتی که ما الان داریم میبینیم یه مقداری متفاوته با تغییراتی که قبلا داشتیم. مثلا زمانی که صنعتی سازی انجام شده و یه چیزهای شبیه اون، خیلی از توانایی هایی که الان نیازه واقعا توانایی هایی که به تحصیل طولانی مدت و یا اینه که خیلی آدم های کمتری هستن که توانایی مثلا خیلی کارها رو دارن که بتونن انجام بدن. در نتیجه این که فکر بکنیم به راحتی حداقل این اتفاق خواهد افتاد، برای گروه عمده ای از افراد این اتفاق خواهد افتاد که میتونن کارشون رو عوض بکنن و یا اینکه توانایی جدیدی کسب بکنن. به نظر من حداقل شخصا بعید میرسه، امیدوارم که خلافش بهم ثابت بشه بعداً. و نهایتاً آخرین گزینه‌ای که من حداقل دیدم در این مورد اینه که آینده شغلیتون رو تضمین بکنین. صحبتی که خیلی شاید الان شنیده باشین اینه که شما نه توسط هوش مصنوعی بلکه توسط کسی جایگزین خواهید شد که میداند چگونه از هوش مصنوعی استفاده کنند. این هم یه زمینه دیگه که من تا حدود زیادی امیدوارم فقط که این اتفاق بیفته، ولی 100% توی مدت زمان کوتاهی که ما داریم توی چند سال آینده توانایی استفاده از هوش مصنوعی خیلی تفاوت بین کاندیداهای مختلف شغل رو رقم میزنه و یا اینکه اگر کسی تصمیم بگیره مثلا کوچیک بکنه شرکت و اینها، قاعدتا کسانی که کمتر میتونن از هوش مصنوعی استفاده بکنن یا به خاطر اون سرعتشون پایین‌تره بیشتر تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. نهایتاً یه موضوعی که یه مقداری در موردش ما الان هم صحبت کردیم و خیلی در موردش صحبت میکنن، همونطور که گفتم اینه که نترسیم و اینکه وقتی یه تغییری ایجاد میشه، یه تغییر تکنولوژی بزرگ اتفاق میفته مثل هوش مصنوعی، مثل صنعتی سازی یا چیزهای شبیه اون، درسته که یه سری از کارها از بین میره ولی که خیلی از کارهای دیگه به وجود خواهد اومد. این خبری که من اینجا به اشتراک گذاشتم مال سال 2020 در واقع، مال اقتصاد جهانی هم هستش، یعنی اینکه منبعش خیلی درسته ولی یه مقداری قدیمی تر از چیزیه که ما در موردش صحبت کردیم الان. مخصوصا اون موقع خیلی کسی توقع این که اینقدر تغییرات بزرگی رو ما از طریق AI داشته باشیم فکرشو نمی‌کردن واقعا. ولی به هر حال چیزی که حتی همون موقع هم صحبت می‌شدش این بودش که ما 50% کارمندا باید تا سال 2025
توانایی هاشون رو عوض بکنن یا یه سری چیزای جدیدی یاد بگیرن که بتونن انجام بدن. چیزی که در موردش صحبت میکنن اینجا بیشتر اینه که شاید یه سری از کارها از بین بره، ولی کن ما با این وجود ما خیلی تعداد بیشتری کار جدید خواهیم داشت. حداقل نگاهشون اون موقع به سال 2025 بوده، ولی که نگاه بکنین عددو میگفتن که تا سال 2025 سال 85 میلیون شغل از بین خواهد رفت و 97 میلیون شغل به وجود خواهد اومد. شغل هایی که از بین خواهند رفت جالبه که خیلی مقدار زیادشون واقعا از بین نرفتن الان، ولی که ما داریم میبینیم که یواش یواش نه تنها از این گروه کارها، از گروهی هم که فکر میکردن که کارهایی که بعداً بیشتر خیلی مشتری خواهد داشت و یا اینکه رشد زیادی رو خواهند داشت، اونها هم دارن از بین میرن در واقع. خبر آخر و یا لینک آخر که هم میخواستم باتون به اشتراک بذارم، این تحقیق مال شرکت MIT، شرکت مال دانشگاه MIT، منظورم دانشگاه MIT ماساچوست اینستیتوت آف تکنولوژی که همه باش آشنا هستیم، بسیار بسیار دانشگاه خوبیه توی زمینهای مهندسی و غیره. ولی کن بحث اصلی که میکنن و به نظر من جالب بودش این بودش که از سال 1980 به این ور تکنولوژی شغل‌های بیشتری رو از بین برده تا شغل‌های بیشتری درست کرده باشه و این قضیه برمیگرده به سال 1980. حالا ما الان که تو این دور زمانه خیلی زمان عوض شده، خیلی چیزای دیگه عوض شده. این خبر نسبتاً جدیده، مال اپریل 2024، مال 101 ماه پیشه، ولی کن همچنان اینه که حتی با وجود این قضیه از سال 1980 ما بیشتر شغل‌ها رو از دست دادیم تا درست کرده باشیم با تکنولوژی‌های جدیدی که به وجود اومده. امیدوارم این مطالب براتون قابل استفاده بوده باشه. این مسئله خیلی برای من جذابه، نه تنها به خاطر اینکه من بالاخره خودم هم دارم کار میکنم و اینها، به خاطر اینکه خیلی آینده جالب و یا هیجان انگیزی رو داره برامون رقم میزنه هوش مصنوعی و تکنولوژی، و گفتم که شاید برای شما هم جالب باشه و شاید به اشتراک گذاشتنش خالی از فایده نباشه. امیدوارم که استفاده کرده باشین، مفید فایده بوده باشه و ما فکر میکنم هفته آینده دوباره برمیگردیم به روال نرمال پادکستمون و اخبار هفته گذشته رو توش مرور خواهیم کرد. اگر موضوعات شبیه این دوست دارید در موردش صحبت بشه و یا چیزهای شبیه این هستش که دوست دارید بیشتر در موردش صحبت بشه، من خیلی هم خوشحال میشم در موردشون صحبت بکنم. خودم هم برنامه‌م اینه که توی هفته هایی که خیلی اتفاق خاص و عجیب غریبی نمیفته، یه سری از موضوعات و یا چیزهای مرتبط به هوش مصنوعی که شاید برای همه جذاب باشه و یا دونستنش کمک بکنه رو بیشتر در موردشون صحبت بکنیم. ولی اگر هر پیشنهادی چیزی داشتید من خوشحال میشم که بشنوم و امیدوارم در قسمت‌های بعدی در خدمتتون باشم. ممنونم که وقتتون در اختیار من گذاشتین. خدا نگهدار شما.